در این امت جناب رسول الله علیه السلام فرمودند خسف می آید. خسف چی معنا؟ زمین شگافته می شود، مردم در زمین فرو می روند. و مسخ، در این امت مسخ می آید. چی معنا؟ روحای انسان ها به خوک و شادی تبدیل می شوند. و همچنان و قذف، و همچنان سنگباران بر این امت می آید. یک از مردان مسلمین که در بین صحابه ها نشسته بودند فرمودند یا رسول الله و متی ذاک، چی وقت است که مردم به خوک و شادی تبدیل شوند؟ چی وقت است که زمین مردم را در خود فرو ببرد؟ و چی وقت است که از آسمان به جای باران و به جای برفی که به خاطر کشت و زراعت آبیاری شود، به جای از او سنگباران شود؟ یا رسول الله. جناب رسول الله علیه السلام فرمودند وقتی که ساز و سرود عام شود در بین مسلمین، وقتی که ساز و سرود آمد، زنهای مغنیه آمد، زنهایی که ساز و سرود می نواختند و مردانی که سرود می نواختند در بین امت من پیدا شد. یک و دومش وقتی که امت من شراب بنوشند. جوانهای خوب هم ما داریم الحمدلله، ولیکن جوانان شرابخور هم داریم. این دو خصوصیت پیدا گردیده است عزیزان من. رسول الله علیه السلام فرمودند وقتی که این دو خصوصیت در بین امت من پیدا شد، زمین اینها را به خود فرو میبرد. اینها مسخ می شود روحایشان و بر خوک و شادی تبدیل می گردن. اینها وقتی که ساز و سرود در بینشان پیدا شد. عزیزان من، علما تفسیر کردن این حدیث را، تحلیل کردن که چه قسم به خوک و شادی تبدیل می شوند. بعضها فرمودن که معنای حقیقی حدیث مراد هست. چی معنا؟ خودشان به خوک و شادی تبدیل می شوند، چرا پروردگار قدرت دارد. ببینیم عزیزان من، قوم بنی اسرائیل را، جوانانشان را به شادی، ریسفیدانشان را به خوک الله تبدیل نگردانید. آیا امروز الله قدرت ندارد که بنده های را، کسانی که از الله دوری بکنند، به خوک و شادی تبدیل بکند؟ می تواند عزیزان من، ولیکن متوجه باشیم خدای نخواسته نشود که ما باشیم، نشود که برادران ما به خوک و شادی تبدیل شوند. اگر چهره هایشان هم بعض علما مجاز این را گرفتن، حقیقتش را نگرفتن. گفتن چی معنا؟ خصوصیت خوک و شادی را برای خود میگیرن. اونهایی که بیشتر شراب می نوشند، اونهایی که موسیقی را میشنوند، ظاهرا انسان هستند ولیکن در حقیقت به خوک و شادی تبدیل می شوند. قلبهایشان مور از گناه در قلبهایشان زده می شود. یکی پی دیگر قلب مکمل سیاه می شود. بندگی الله را نمی پذیرد، از راه الله دور می شود، از راه رب العالمین دور می شود. خصوصیت خوک و شادی را برای خود می گیرد.